دوستان عزیز، امروز صحبت از شخصی می شود که واقعا هم طبیعت به او استعداد عجیبی داده است و در این شخص خب 3 جریان بسیار مهمی ایجادی به هم پیوسته است. خب شاعر امروزی ما که در اینجا شعر میخوانند هم مؤرخ هستند از نظر علم و به ضمن مؤرخ بودنشان طبیب هستند، دردهای ما را میشناسند و بر ضمن این هر دو یک شاعر خوب هم هستند. البته دوستان عزیز، وقتی که هم مؤرخ هم طبیب به شعر دست میزند خیلی خوب است، زیرا ما میخواهیم که از همه ساحه‌های زندگی، از همه ساحه‌هایی که علم و معرفت فرا گرفته است به ادبیات روی بیارند، زیرا به این وسیله خوب تأثیر فرهنگ، شعر، ادبیات به جامعه زیاد می شود و در همه جا خوب در اون جاهایی که این شخصان فعالیت می کنند محیط و محفل‌های ادبی برگزار می گردد. بنابر همین من بسیار هم خوب با جان و دل شاعر امروزه را، میرزا یوسف طاهر را صمیمانه مبارکباد میکنم که اینقدر مخلصشان تشکر جمع آمدند و حاضر هستند که اشعار ایشان را گوش کنند. و حالا دعوت میکنم که این صحنه را آرا بدهند و این صحبت، این محفل را دوام بدهند. مرحمت خواهش میکنم. برای استاد بزرگوار گفتنی هستم که در زمینی که نشان کف پای تو بود سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. رحمت کلام استاد بود. شعر را من از صبا آوردم، چون کفی پر از دعا آوردم، بحر مشتاقان شعر و شاعری همچو سینا من دوا آوردم. شعر را ماننده دوری دری من زی دریای صفا آوردم، تا شود پیدا ز شعرم بیت خوب من به قلب خود جفا آوردم. مشکلی آسان گردانم ز شعر چون ورا مشکل کشا آوردم. شعر باشد بحر من چون غنچه، بوی خوش بحر شما آوردم. من نیم شاعر ولی دل دادم، بر شما مهر و وفا آوردم. هموطنان عزیز، دوستان عزتمند، مخلصان شعر و نوای و سرود، من همه شما رو به این بارگاه سخن، به این کاخ مقدس البته خیر مقدم میگویم. برای من از آن جهت دشوار است که وقتی که در اینجا من آن بزرگان گذشته نظم خودم چون استاد ترسنزاده، باقر رحیمزاده، محمد جان رحیمی، امین جان شکوهی، میر سید میرشکر، استاد بازار صابر، لایق، مومن شاه، استاد گلنظر و گلرخسار و این استادان بزرگی دیگه که حاضر در نزد ما نشستند، چون استاد اسکر حکیم، شاعران خلقی تاجیکستان، برندگان جایزه به نام استاد رودکی، خوب استاد کمال نصرالله، استاد رحمت نظری، استاد سروش و دیگران هستند. البته هم اینها رو نامگو کردن برای من ممکن که دشوار است. در نزد هم اینها سخن گفتن برای من دشوار، باز طرف دیگرش افتخار است که من مهر دیدی خودم رو برای هر یک شما اظهار میکنم تا محفل ما با یک خوبی، با یک مهر و محبت گذرد. بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است. البته ایجاد هر یک شاعر چنانه که استاد علاقه سخن گفته گذاشتن با محبت وطن سر می شود. میهنی بخت مهری که مرا به این وطن هست، 100 گونه به وصف آن سخن هست. مهرت به دلم چو مهری مادر، پاشیده زیای بخت بر سر. مثلت به جهان وطن ندیدم، ارزنده روان وطن ندیدم.
номад ба даҳон мисоли шакар, эй кишвари тоҷики музаффар. обод намуда ибни раҳмон, овард ба халқ шӯҳрату шон. бинҳод шаҳона тоҷ бар сар, бардошт ливои бахти кишвар. ҷаннат ки ҳама ба ёди он аст, ҳаққо ки замини тоҷикон аст. юсуф бисуруд васфи меҳан, меҳри ватанаш ба мағзи ҷон аст. парчами суханҳоям мекунад парафшонӣ, дар баҳори ишқи ӯ мекунад гулафшонӣ. обу хоки ин кишвар мисли ҷон барои ман, лал пас куҷо кобам чун манам бадахшонӣ. меҳанам кӯҳан бошад бо саразму ҳулбукаш, посбониҳо дорам қалъаҳои кӯшонӣ. ифтихори ман бошад ҳам хуҷанду ҳам хатлон, мебарам дили туғрал то диёри юнонӣ. бо сухан шуда машҳур тоҷикам ба шарқу ғарб, бо сухан даво бахшад юсуфи зарафшонӣ. ғунчаи дил во шавад ҳаргах сарояд хосият, саҳнаҳо равшан шавад ҳаргах барояд хосият. халқи ман бо қобилу афзал намояд ифтихор, лек ба чашми ман дигартар менамояд хосият. бандаи созу навои ту шуда мирзо юсуф, бар тани ҳар мурдае чун ҷон дарояд хосият. ҳунарманди халқи тоҷикистон хосияти зарафшонӣ. سرودی مادر. بعد از سری مادرم کنون خوار شدم، به پشت پناه و زار بیمار شدم. بعد از سری مادرم کنون خوار شدم، به پشت پناه و زار بیمار شدم. در زندگیم مدام بود تاج سرم، بعد از سری او و کنج دیوار شدم. در زندگیم مدام بود تاج سرم، بعد از سری او و کنج دیوار شدم. شکست شاخی سیب است، دنیای بزیب بحر من بزیب است. در باغ پدر شکست شاخی سیب است. مادر بی گذشت و غم به درگاه آمده، هر ذره جسم من پر از آسیب است. مادر بی گذشت غم به درگاه آمده، هر ذره جسم من پر از آسیب است.
اشعار شاعران و اگر ما ایرج میرزا یا که استاد لایق را یاد کنیم، ضرورت شعر درباره مادر گفتن ما نیست، لیکن اون صمیمیت نمیگذارد. به هر حال ما میخوایم که چکیده‌های خود را بگوییم. مادر این آلیه یزدانی است، من چسان شعر به مادر گویم. وصف او هیچ نباشد آسان، که چلای غزلی تر گویم. خورده من شیری سفیدت مادر، تا کنون نیست مرا شعری سفید. گرچه تو تکیه نمودی بر من، بر کسی من نشدم صبح امید. تا کنون فاخته ها پیش درت، زده کوکو و تو دان می پاشید. تو همان مولوی شعر منی، حرفی خود بر دل من می چاشید. من اگر شعر بگویم همه عمر، مثل تو هیچ نگردم شاعر. مادری شاعری من خود تو بگو، شاعری نیست مرا در تقدیر. شعری لالایی تو برگوشم، تا کنون نرم و مهین می آید. چینی پیشانی تو شعری حیات، شاعرم علیه تو بنماید. با عرض سلام و شادباشی ها و همه شما عزیزان، من چند روز باز در این گرما غوطه میزنم به دریای مهر. نام کتاب مرزا یوسف دریای مهر است. غوطه میزنم به دریای مهر مرزا یوسف. از پس این امواج مهر سیمای یک انسان بسیار نیکبین، خیرخواه، وطن دوست، ارجگزار به همه مقدسات انسانی و ملی، یک شخص بسیار صمیمی نمودار می شود و این سیما به آلایش تازه بدون یکم خیلی نقاب همین اوریان صمیمی است. خیلی هدف از گفتن شعر چیست؟ هدف از گفتن شعر نیکی کردن است. هدف از گفتن شعر دنیای زیباتر کردن است. هدف از گفتن شعر یک نور بردن به دل، مثلا یک پرتوی شادی بردن. این چیزا است. من وقتی که شعرهای این برادر عزیزم خوندم مرزا یوسف، من در اونجا همین چیزهای دیدم و این خیلی بار دیگه من میگویم که من مثلا طلباتم به شعر بسیار سخت است. استاد اسکر حکیم هم میخونن، لیکن ما حضور ما در اینجا برای ان همین صمیمیت بلند، ان همین صداقت به سخن به شعر در همین زمانی که واقعا همه از شعر گریختن دارد. کی به میدان شعر میدارد؟ اونه که به شعر زیستن نمیتوند، اونه که ارج بلند به شعر میدارد. زنده باشه. ای پدر جانی عزیز تو بحر من، شمسی تابانم بودی بالای سر. ای پدر جانی عزیز تو بحر من،
اسم تو باشد کنون در زیر خاک هجر تو کرده مرا خون جگر چون نسوزم که تونستی همراهم بوسم گیرم زی افسد هر سحر چون نسوزم که تونستی همراهم بوسم گیرم زی افسد هر سحر در گوش من فریادها در پیش چشمانم هنوز سیمای آن بدزادها افسوس چرخی کینور داغ تو است اندر دلم مانند طغرل میمورم از دست آن بیدادها کو طغرل اوج سخن کو طغرل شکر شکن شیرین بگوید شیری تر در وصف آن فرهادها هر چند کشتی تو ورا ای ناخلف شادی مکن روز رسد از روحی او پرسی تو باز امدادها اشعار او غلغل فکن آید ز هر یک انجمن من شعر او بشنیدم هر دم ز لحن بادها یوسف سخن گوید مدام از طغرل پیری سخن می پرورد مهر ورا در قلب هم در یادها مادرم یگانه ای تو بهترین ترانه ای
مادرم یگانه ای، تو بهترین ترانه ای. فسانه ها گردیات تو بهترین فسانه ای، تو بهترین فسانه ای. فسانه ها گردیات تو بهترین فسانه ای، تو بهترین فسانه ای. و مغز جان وطن و جسم من توان وطن، و مغز جان وطن و جسم من توان وطن. و مثل تو دیگر کجاست بهشت جاودان وطن، بهشت جاودان وطن. و مثل تو دیگر کجاست بهشت جاودان وطن، بهشت جاودان وطن. من وطن همان که داده است آب و دان، برای من وطن همان که داده است آب و دان. بهشت اگر زمینی است بود زمینی تاجیکان، بود زمینی تاجیکان. بهشت اگر زمینی است بود زمینی تاجیکان، بود زمینی تاجیکان. و مغز جان وطن و جسم من توان وطن، و مغز جان وطن و جسم من توان وطن. و مثل تو دیگر کجاست بهشت جاودان وطن، بهشت جاودان وطن. و مثل تو دیگر کجاست بهشت جاودان وطن، بهشت جاودان وطن. بهشت جاودان وطن، بهشت جاودان وطن. پند نایاب پدر، گل گیلاس پدر ریخت به بالای سرم. با هوس بر گل گیلاس پدر می نگرم. یک زمان چون گل گیلاس شکوفان بودم، آن زمان بر زبری تخت سلیمان بودم. دیگر از آن گل گیلاس نمانده است نشان، جای گل بر سر گیلاس کنون برگ خزان. گر وزد باد نه گل بلکه خزان می ریزد، گوییا از تن زارم همه جان می ریزد. عمر من چون گل گیلاس به سر آمده است، نوجوان رفته و پیرانه به در آمده است. نیست از موی سیاه هم به سرم هیچ اثر، جای آن موی سیاه برف سفید است به سر. سلام، سلام مردم آزاده و خورشید زادی من. چراغ شامگاه و نور اندر بامدادی من. 1100 ترنم نوبهاران از دلم خیزد، گلی وصل شما بشکفته در شعری زیادی من. به شاباش شما من آورم دیوان مهرم را، صداقت خیزد از حرف و هجای شادبادی من. هوای مهربانی می رسد از هر دری میهن، مبارک این وطنداری ایا عالی نژادی من. وقتی کتاب شمای من کشادم، چشمم به همین شعری که حاضر خوندید، گلی گیلاس نام داشته. همین گلی گیلاس برای من خیلی نزدیک بود، برای اون که من بعضا میگویند که شاعران از همدیگر میگیرن، ولی این خیلی نبوده است. من مثلا گفته بودم که گنجشکک چیرچیری باغ پدرم، بیدار ز خواب می نمودی سحرم. امروز اگر نگاه کنم آن ره رو، نه چیرچیری تو مانده نه باغ پدرم. کتاب شما خیلی عجیب است. 8 باب از خیالم و یک بابی رباعیات و دو بیتی ها هم دارد که خیلی واقعا رباعی و دو بیتی های وارسته هستند. یک دو رباعی خیلی عجیب دارد که انا شادم که به نوروز
شدم من تولید. هر روز بهار بهر من باشد عید. مولود شما برای برخی معلوم، مولود مرا روی جهان سازد عید. یعنی مولود شما جهانی شده است. این اشاره به نوروز، جهانی شدن نوروز بزرگ تاجیکان است. شما هم همیشه در زندگیتان نوروز میرزا یوسف دست پیر گرفتگی در شعر. استادشان استاد روانشاد زنده یاد گلنظر کلدی است که من بسیار شنیدم. میگفت که همین میرزا یوسف با مراد میرسد و گپش حق است. وقتی که شعرش میخونه شعری اصیل است. من سخن دراز نمیکنم. یا باید گفتنی هم که از دلی سنگ است سبزان، از دلی سنگ است سبزان ریشه میرزا یوسف، بوی ریحان میکند اندیشه میرزا یوسف. یادهای بچگی، یادها ای یادهای بچگیم، میزند هر لحظه دل بحر شما گم. گر نمانده در سرم یک تاره موی سیاه، میزنم چون کودکان هر لحظه رهگم. گاه اندر کوچه های ده بجل بازی کنم، من عصا را اسب سازم اسپکی تازی کنم. گاه سوزم از غم گل دختران، گاه چشمی خود بدوزم من به فوج اختران. جوره های بچگی را جمع آرم، آن همه پروانه ها را بر طواف شمع آرم. گرچه پیرم با خطای بچگیم، بچه بی درد و داغم، نهال گلفشانی روی باغم. از یاری بدگمان پرهیز میکنم، از جمعی غافلان پرهیز میکنم. از یاری بدگمان پرهیز میکنم، از جمعی غافلان پرهیز میکنم. من زندم هنوز ای مرهمی دلم، من زندم هنوز ای مرهمی دلم. از عمر جاویدان پرهیز میکنم، از عمر جاویدان پرهیز میکنم. از جمله ناکسان پرهیز میکنم، از رنگ زعفران پرهیز میکنم، از رنگ زعفران پرهیز میکنم. مادر بود عزیز در هر دو عالمم، مادر بود عزیز در هر دو عالمم. از اشک مادران پرهیز میکنم، از اشک مادران پرهیز میکنم.
یوسف چرا کنون در غم فتاده ای یوسف چرا کنون در غم فتاده ای از پیری جوان پرهیز میکنم از پیری جوان پرهیز میکنم لرزد به هیچ وجه دنیا به مرگ تو از عمری به نشان پرهیز میکنم از عمری به نشان پرهیز میکنم از یاری بدگمان پرهیز میکنم از جمعی غافلان پرهیز میکنم پرهیز میکنم پرهیز میکنم پرهیز میکنم یاران شما جمع ولی من تنها من در سفرم ولی شما بی‌پروا سیمرغ و سمندر بودنم حاجت نیست من یوسف گمگشته دیدار شما